علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوالی که برادر پرسیدن که ما در زندان هستیم و از طرف همین مسئولین زندان برای ما مسجد دودگی هستند، آیا در اینجا ما نماز اگر بخونیم درست است یا نه؟ بارک الله فیکم. بله برادر عزیز، در حدیث میاد که جعلت الارض مسجدا و طهورا، زمین برای من مسجد و پاک قرار دودگی شدگی است. پس نماز خواندن در اون جایی که برای نماز تعیین شدگی هست، برای نماز خواندن گرچه که از طرف اونها هم باشد صحیح و درست است. و دیگر اینکه در اینجا سخن حق گفته نمی شود، امامش عقیده باطل دارد و همچنین اگر فیسبی بفهمد که به طریقه سنت رسول صلی الله علیه و سلم ما نماز میخوانیم، شکنجه و عذاب میدهد. و البته برای پایبندی بر سنت هایی که هست از قبیل رفع یدین و انسان پاهاش رو همراه کتفاش بگیرد، برابر کتفاش بگیرد، و یا که آمین بلند گفتن، اگر اینها سبب شود که انسان تعذیب میکنن، عذابش میدن، شکنجهش میدن، یا که به سبب همین هر اسم های بلاش میگذارن و او را برده زندان میکنن، پس برای این نفر واجب است اینکه اینها را انجام ندهد و جان خودش را حفاظت از جان خودش در اینجا فرض است. اینها را انجام دادن سنت است، پس باید که فرض را بر بالای سنت مقدم بکند و هیچ مشکلی ندارد که اینها را تا یک مدت ترک بکند به خاطر اینکه براش تعذیب و عذاب و شکنجه یا اینکه زندانی طولانی نکنند. بارک الله فیکم. و سوال دیگر اینکه نماز جمعه گذاشتن درست هست در زندان؟ البته اگر امام اونجا، اگر امامی که عقیدش صحیح و درست باشد، از پشتش نماز خواندن صحیح و درست است و نماز جمعه برای زندانی ها فرض است. اگر که میتونن که در اونجا یک مسجدی که براشون هست همونجا همشون جمع بشه و نماز بخونن، صحیح و براشون واجب است نماز جمعه خواندن. اما اگر امامش امام عقیده فاسد و باطل داشته باشد، عقیده کفری و شرکی داشته باشد، در اینجا لا یکلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. الله هیچ نفس را مکلف نکرده است مگر به قدر استطاعت خودش. و الله میفرماید که الله را عبادت بکنید به قدر استطاعت و توانتون. در این وقت شما میتوانید که بعد از اینکه اونها جمعهشان خواندن، شما جمع بشوید و نماز ظهر را و نماز پیشین را با جماعت بخونید. و اگر که اینم برای اونها معلوم میشود و شما کشف میشوید، پس هر کس در همون کامراها و اتاقای خودشان به تنهایی نماز پیشین را بخوانند. و اما اینکه انسان منتظر بشود که دیگران جمعه هاشون بخوانند بعد این نفر بخواند، برای این قول حجت و دلیل صریح نیست، بلکه حجت و دلیل صریح همین است که انسان نماز را در وقت خودش بخواند. افضل ترین عمل در پیش الله عز و جل الصلاة علی وقتها، نماز را در وقتش خواندن است. بارک الله فیکم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.